سلام به حاشیه نیوزی های عزیز. به نظر میرسه جهان به سمت هرج و مرج بیشتری داره پیش میره. در سال گذشته شمار و شدت مناقشات به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده، به ویژه در مناطقی مثل خاورمیانه، اروپا و آفریقا. در همین حال نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصادی به بالاترین سطح خودش از زمان شروع کووید 19 رسیده و تنش‌های تجاری هم رو به گسترشه. علاوه بر این، پیشرفت سریع فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی مولد که با وجود پتانسیل‌های اقتصادی عظیم به بستری برای انتشار اطلاعات نادرست و رقابت‌های بین‌المللی تبدیل شده، به پیچیدگی این شرایط اضافه کرده. تشدید نارضایتی از نظام جهانی کنونی هم بر این آشفتگی دامن زده. در نتیجه نظم نسبی که بعد از پایان جنگ سرد برای 1/4 قرن پایدار بود، نظمی که در اون همکاری در بحران‌های امنیتی، اقتصادی و محیط زیستی دیده میشد، دیگه به پایان رسیده. چشم‌انداز جهانی امروز پیچیده‌تر و پیش‌بینی ناپذیرتر از گذشته به نظر میرسه، اما این به معنای کاهش همکاری نیست. کشورها باید رویکردی رو در پیش بگیرن که میشه اون رو همکاری انعطاف پذیر نامید. رهبران باید راههایی پیدا بکنن که حتی با وجود رقابت بتونن با همدیگه همکاری بکنن. دولت‌ها باید در کنار بقیه بازیگران مرتبط از جمله شرکت‌ها برای مواجهه با چالش‌های بزرگ جهانی اقدامات مشترکی انجام بدن. جهان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنه و سال گذشته گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود. اقتصاد جهانی با رشد کندی مواجهه. بیش از 122 میلیون نفر در نتیجه درگیری‌ها از خونه‌های خودشون رونده شدن. نگرانی‌ها درباره شیوع ویروس‌های تنفسی در ایالات متحده و چین هم در حال افزایشه. در مجموعه‌ای تحت عنوان کارت پستال‌هایی از جهانی در آتش، 193 روایت از کشورهای مختلف به تصویر می‌کشه که چطور تغییرات اقلیمی در حال تغییر دادن چهره جهانه. ال گور، معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در اواخر سال 2020 دیدگاه مثبتی نسبت به دوران ریاست جمهوری جو بایدن ارائه کرد. دیدگاهی که شاید با تصویب قوانین مهم در حوزه اقلیم تا حدی محقق شده باشه. با این حال این دوره خالی از نقاط ضعف نبوده. به عنوان نمونه چارلز هاروی و کرت هاوس به این باورن که یارانه‌های اختصاص پیدا کرده به فناوری جذب کربن ممکنه در نهایت بی‌ثمر باشه. از طرف دیگه جاستین گیلیس و هال هاروی به اهمیت فعالیت‌های محلی در مقابله با بحران‌های اقلیمی پرداخته و ساول گریفیت استرالیا رو به عنوان یک نمونه موفق در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی روی پشت بام‌ها معرفی می‌کنه. همچنین کارلوس گامارا پیشنهاد می‌کنه که تغییرات جزئی در محیط‌های کاری می‌تونه تاثیرات چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشه. اگرچه که ممکنه دشوار به نظر برسه، اما همکاری در شرایط اقلیمی کنونی همچنان امکان پذیره. تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد که نشست سالانه اون هفته آینده در داوس سوئیس برگزار میشه، با همکاری شرکت مک‌کینزی نشون میده که در 3 سال گذشته همکاری جهانی دچار وقفه شده. با این حال توی بعضی از حوزه‌ها مثل محیط زیست، سلامت و نوآوری پیشرفت‌هایی هرچند محدود حاصل شده. این پیشرفت‌ها هنوز برای رسیدن به اهداف جهانی کافی نیستند، اما نشون میدن که حتی در دوره‌های بی‌ثبات و کاهش اعتماد هم امکان همکاری وجود داره. این امر به این معنا هستش که کشورهایی مثل ایالات متحده و چین با وجود رقابت شدید توی خیلی از زمینه‌ها میتونن فرصت‌هایی برای همکاری در موضوعاتی مثل پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر و مبارزه با جرایم سایبری پیدا بکنن. حتی احتمال داره که این دو کشور بتونن به توافق‌هایی در حوزه تجارت دست پیدا بکنن که منافع متقابل رو تأمین میکنه. تاریخ نشون داده که حتی دشمنان میتونن در شرایط خاص با همدیگه همکاری بکنن. برای مثال ایالات متحده و شوروی در طول جنگ جهانی دوم با همدیگه همکاری کردن و آمریکا در قالب قانون وام و اجاره میلیاردها دلار تسلیحات به شوروی ارائه داد. همچنین در دوران اوج جنگ سرد این دو قدرت بزرگ در موضوعات جهانی مهمی مثل کاهش آسیب به لایه اوزون، کنترل تولید و آزمایش تسلیحات و ریشه‌کنی بیماری آبله با هم همکاری کردند. با وجود ارزشمند بودن این درس‌های تاریخی، تلاش برای احیای ساختارهای گذشته میتونه اشتباهی استراتژیک باشه. نظم بعد از جنگ سرد اگرچه توی خیلی از موارد پایدار و مبتنی بر همکاری بود، اما تحت سلطه غرب قرار داشت و اغلب نیازهای کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای در حال توسعه، رو نادیده می‌گرفت. ظهور گروه‌هایی مثل بریکس که شامل اقتصادهای نوظهوره و برای تغییر نظم جهانی تلاش میکنه، بیانگر تمایل به بازنگری در چهارچوب‌های همکاری بین‌المللیه. حتی سازمان ملل هم به ضرورت اصلاح نهادهای چند جانبه برای افزایش نمایندگی و پاسخگویی تاکید کرده که نشانه روشن از نیاز به رویکردهای تازه در همکاری جهانی.
در دنیای امروز همکاری نمیتونه محدود به یک نهاد یا رویکرد واحد باشه، بلکه باید انعطاف پذیر و سازگار باشه. در سطح کلان نهادهای بزرگ چند جانبه مثل سازمان ملل متحد میتونن به تغییر اولویت‌ها و تنظیم دستور کار کمک بکنن، اما نقش شبکه‌های کوچکتر از کشورها و شرکت‌ها که به طور فعال در پیشبرد اهداف جهانی مشارکت میکنن روز به روز پررنگ‌تر میشه. یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد ائتلاف پیشگامانه که با همکاری ایالات متحده و 12 کشور دیگه و تحت رهبری مجمع جهانی اقتصاد شکل گرفته. این ائتلاف شامل بیش از 100 شرکت جهانیه که تعهد خودش رو به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی پاک اعلام کرده. اعضای این ائتلاف حتی رقبای جدی مثل بوئینگ و ایرباس یا کوکاکولا و پپسیکولا رو در بر میگیره که برای دستیابی به اهداف اقلیمی مشترک دست به همکاری زدن. خیلی از مشکلات امروز جهان چنان پیچیده شدن که هیچ نهاد جهانی به تنهایی نمیتونه اون رو حل بکنه. فناوری هوش مصنوعی نمونه بارز از این چالشه. این فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفته و نقش شرکت‌های فناوری در شکل دهی به چهارچوب‌های ایمنی اون به اندازه تصمیمات دولت‌ها حیاتیه. انتقال تمرکز همکاری از مقیاس جهانی به گروه‌های کوچکتر ممکنه در ظاهر آشفته و پراکنده به نظر برسه، همونطور که جلب همکاری بین رقبا در بخش خصوصی هم چالش برانگیز خواهد بود. با این حال اگه این گروه‌ها به جای مقابله با اهداف جهانی برای تحقق اونها تلاش بکنن، نهادها و قدرت‌های بین‌المللی باید با حمایت و تقویت اونها مسیر پیشرفت رو هموار بکنن. بعضی‌ها ممکنه ادعا بکنن که نتایج انتخابات سال 2024 که در اون احزاب حاکم توی خیلی از کشورهای توسعه یافته با کاهش سهم آرا مواجه شدن، نشان دهنده گرایش رأی دهندگان به کنار گذاشتن رویکردهای جهانیه. اما این نتایج نشان دهنده تغییر چشمگیر به سمت چپ یا راست نبود، بلکه بازتابی از نارضایتی گسترده از وضعیت موجود و شیوه‌های حکمرانی تثبیت شده بود. پیام اصلی انتخابات این بود که مردم خواهان راه حل‌های تازه و کارآمدتری برای مقابله با چالش‌های خودشون هستند و این تنها از طریق همکاری امکان پذیره. در شرایطی که دولت‌های جدید در آغاز سال روی کار میان، رهبرانی که واقعاً به دنبال خدمت به مردم هستند باید این پرسش رو مطرح بکنن که چطور میشه با دیگران همکاری کرد، نه اینکه آیا همکاری لازمه یا نه. در جهانی آشفته و پر از تغییرات، دستیابی به نتایج مورد انتظار مردم تنها از طریق پیدا کردن راههایی برای همکاری حتی با رویکردهای غیر مرسوم و انعطاف پذیر ممکن خواهد بود. ممنون از این که تا پایان با حاشیه نیوز همراه بودید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.